تک تک شما دوستان و همراهان عزیز، خوشحال هستم یک هفته دیگه در خدمت شما هستیم و میتونیم راجع به موضوع خیلی خیلی مهم، از دیدگاه من خیلی مهم هستش، راجع به خدمت به جوانان امروز بشنویم با بردهوان عزیز که با ما هستن امروز و خوشحال هستم که شما عزیزان رو میتونیم همراه خودمون داشته باشیم. اگر اجازه بدید طبق معمول تا عزیزان به ما ملحق بشن، سرودی رو بذاریم و بعد با امید خدا از بردهوان عزیز در راستای خدمت و رهبری جوانان. 2 هفته پیش راجع به این صحبت کردیم که خود جوانان در جایگاه‌های مختلف، در خدمات مختلف، در فعالیت‌های مختلفی که انجام میدن چطوری یک کار یا یک خدمت یا یک مسئولیتی رو پیش میبرن، ولی این هفته متفاوت‌تر. درود عرض می‌کنم خدمت همگی شما، خیلی خوش آمدید. این هفته می‌خوایم از عزیز دیگری، از بردهوان عزیز بشنویم که وقتی که ما جوانان رو خدمت می‌کنیم چه چالش‌هایی داره، چه برکاتی داره، یا چه چیزهایی میتونیم در نظر بگیریم که بتونه مفید باشه. پس اگر اجازه بدید با همین سرودی رو بشنویم تا عزیزان به ما ملحق شوند و بعد شروع کنیم. زندگی خود را بهر خدمت خالق ما تا رسد در پیری روزهای آرامی، بهار روحانی از سما. بهاران چه زیباست ایسا با گلهای خوشبو و زیبا، سماوی همراه با صلیب گلگتا. بهاران چه زیباست ایسا با گلهای خوشبو و زیبا، خدایم بخشیده بهار سماوی همراه با صلیب گلگتا. بهاران چه زیباست با عیسی که حتی او صلیب جلجتا رو به ما بخشیده. من اولین بارهایی که این سرود رو شنیدم در دوران نوجوانی، قبل از جوانی، در کلیسای خانگی در ایران بود و همیشه ازش لذت بردم، مخصوصا وقتی که راجع به اشاره به جوانی، میانسالی، پیری در همه شرایط، در همه سنین داره و واقعا در اون مسیری که حتی صلیب جلجتا هستش، حتی خود ما باید صلیب رو بر دوش بکشیم ولی بهار سماوی رو داریم. آمین. درود عرض می‌کنم خدمت همگی شما عزیزان، خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحال هستم که با ما هستید. میدونم بردهوان عزیز با ما هستن. بردهوان جان، من برای شما چند بار دعوت فرستادم، حالا نمیدونم دریافت کردید یا نه. اگر شما شاید از اون درخواست بدید شاید بتونم وصلتون کنم، چون نمیدونم، امیدوارم که امروز مشکلی نباشه. تا هفته پیش مشکل داشتیم با برادر فریدون عزیز و حتی شروع لایف، ولی خوشحال میشم اگر شما درخواست بدید و بتونم شما رو وصل کنم. به نظر میاد که
هنوز من درخواستی از شما ندارم متاسفانه. من دوباره یادآوری بکنم ما 2 هفته پیش از یه زوج جوان راجع به فعالیت‌هاشون، چالش‌هاشون، برکاتشون در مسیری که دارن خدا رو خدمت میکنن، در مسیری که دارن در کلیسا فعالیت میکنن شنیدیم، به عنوان افراد جوان، به عنوان افرادی که نسل جوان هستن. این هفته قرار عزیز حالا به اون ملحق میشن، بعضی از شما عزیزان میشناسینشون. من دارم درخواست کنم شما رو بپذیرم برادر خوبان جان، امیدوارم مشکلی نباشه. بله، درود بر شما. سلام بر شما بهار جان. من تصمیم گرفته بودم امروز شما رو گوه افسا صدا کنم دیگه، دیدم این بهار رو پخش کردین گفتم این از خدا. هر دوتا اسم برای من اوکی. خب خیلی از عزیزانم هر دوتا اسم منو میدونن، پس هیچ مشکلی نیستش و هر کدوم راحتیم، چون میدونم یه گده فراموش میکنن، یا این برو فراموش میکنن یا اون بر، ولی برای من هر دوتا اسم معنا و مفهوم داره. هر موقع هر کسی منو یک کدوم از این دوتا اسم صدا میکنه پاسخ میدم، پس فرقی نمیکنه. آخه شما مثل فصل بهار رنگ موهاتونم هر فصل عوض میشه و همین دیگه من تصمیم گرفتم به همون بهار بچسبم. آخه خوب، حالا خوبه شما میدونید رنگ موهای من برای که یکم جوونا ما رو بپذیرن باید باشون همراستا بشیم، یکم جوونانه رفتار بکنیم. خواهش میکنم. من شما پیگاه رو برای برنامه جوانان دعوت کردم. اختیار دارید شما از ما جوان‌تر هستید، هنوز راه دارید، هنوز خیلی راه دارید. ولی به هر حال مرسی برادر خوبان عزیز که پذیرفتید با ما باشید. مجدد درود میگم خدمت همه شما عزیزان که با ما هستید، همینطور شما برادر خوبان جان. نمیدونم اول برنامه شنیدید، میدونم بودید که ما 2 هفته پیش زوج جوان داشتیم راجع به چالش هاشون، حالا توی فعالیت هایی که دارن انجام میدن، حالا تو قسمت پرستشه، تو قسمت های مختلف کلیسا دارن کار انجام میدن. ولی این هفته خب یکم متفاوته، ما میخوایم راجع به خدمت به جوانان بشنویم. حالا توی جوانان میتونیم نوجوانان رو هم در نظر بگیریم. من خودم تو سنین نوجوانی بود که وارد کلیسا شدم و به مسیح ایمان آوردم و خب به عنوان یک نوجوان، حالا کسی که شما شاید یکم شرایطتون متفاوت باشه چون توی خانواده مسیحی به دنیا اومدید، ولی کسانی که از بک‌گراند و خانواده نگرش ها و ادیان دیگر وارد کلیسا میشن، خب شاید یک سالهایی در عمرشون که شخصیتشون داشته شکل میگرفته چیزهای متفاوت تری رو شنیدن توی اعتقاداتشون، توی روابطشون. خب امروز میخوایم از شما بشنویم راجع به چالش ها توی این خدمات، راجع به برکاتی که هستش یا اون آمادگی که اگر من بخوام یک جوانی رو، یک نوجوانی رو خدمت بکنم چه چیزهایی نیاز دارم بدونم یا یاد بگیرم. حتما اول اینکه یک بار دیگه ممنونم برای این دعوت و یه سلامی هم میکنم به همه عزیزانی که چه الان به صورت زنده لایو این برنامه رو میبینن، چه بعدها حوصله‌شون سر رفته بیخوابی زده به خواب چشاشون دارن این برنامه رو با صدا یا بی صدا میبینن. به هر حال هر کجایی که هستن امیدوارم که در حفاظت و سلامتی خدا باشن. راستش در رابطه با خدمت جوانان خیلی چیزها میشه گفت و من توی این مدتم که فکر می‌کنم نزدیک 2 ماه پیش بود که شما از من درخواست کردین توی این برنامه باشم، داشتم فکر میکردم که راجع به چه جنبه هایش میشه صحبت کرد، اما من خب به چند دلیل مختلف الان در حال حاضر میتونم بگم به نوعی اکثر وقتم رو با جوانان، برای جوانان، در خدمت به جوانان میگذرونم و خداوند در این فصل زندگی من رو به این سمت و سو هدایت کرده. خب من معتقدم که جوانان، چیزی که شاید قبلا زیاد شنیده باشید اینه که نسل آینده کلیسا هستن. من به این جمله واقعتش خیلی معتقد نیستم. من معتقدم جوانان نسل فعلی کلیسا هستن. یعنی ما اگر بخوایم یک جوانی رو به خاطر جوان بودنش طوری روش فکر کنیم یا برنامه‌ریزی بکنیم یا سرمایه گذاری بکنیم که در آینده موقعی که دیگه پدر من بازنشسته شده
یا خدای نکرده پدر من از این دنیا رفته، اون موقع این جوان بیاد و یک شکوفایی بشه، یه مقدار از دید من ساده لوحی کردیم و خودمون و کلیسامون و خدماتمون عقب انداختیم. جوان در زمانی میتونه شکوفا باشه و رشد بکنه و خودش رو نشون بده که اتفاقا در کنار اون خادم با تجربه داره پا به پا و تن به تن پیش میاد، زمین میخوره، اشتباه میکنه، ولی بهش فرصت دوباره داده میشه و بلند میشه. و متاسفانه چه در کشور ما ایران، چه خب همین موضوع به کلیساهای ما هم سرایت کرده، گاهن نقش جوانان یه ذره کمرنگتر شده. بس من به شدت به این آیه و به این نصیحتی که پولس رسول به تیموتائوس میکنه در اول تیموتائوس باب 4 آیه 12 هستش فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، بله، میگه مگذار هیچ کس تو را به سبب جوانیت حقیر شمرد، بلکه در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی همه مؤمنان را سرمشق باش. خب حالا برای اینکه خادمین با تجربه و قدیمی‌تر من هم از من خورده نگیرن و الان حمله نکنن این لایو رو هک کنن، باید در نظر داشت چه جوانی باید بهش این فرصت ها داده بشه. طبق همین آیه کلام، جوانی که در گفتار، کردار، محبت، ایمان، پاکی همه رو واقعا سرمشقه و میگه که در اون شرایط، در اون زمان تو اون جوانی خواهی بود که در واقع میتونی در کنار اون بزرگان، در کنار اون شاید خادمین با تجربه تر خدمت بکنی و نه فقط هر خدمتی. من معتقدم که حالا جلوتر راجع به برنامه‌های خادمسازی جوانانمون صحبت خواهیم کرد، ولی من معتقدم که یک جوان امروز میتونه مثل خیلی نمونه‌های دیگه‌ای که توی کتاب مقدس داریم، از داوودها، دانیالها، یوسفها، سموئیلها، اسحاقها و خیلی از جوانان دیگه‌ای که میبینیم که نقش موثری داشتن و حتی خود خداوندمون عیسی مسیح در سن خیلی با تجربگی و پیری نبود که به این سمت و سو اومد، بلکه در همون جوانی بود که خدمت خودش رو آغاز کرد، ولی بعد از یک مدت آمادگی. حالا اگر میخواین من به این موعظاتم در این زمینه ادامه بدم میتونم ادامه بدم، اگر نه که در خدمتتون هستم. نکته خیلی جالبی رو گفتید. واقعیتش اینه که دلیل که من از جوانان استفاده کردم بیان از تجربیاتشون بگم و یه برنامه رو گذاشتم برای خدمت به جوانان همین هستش و من بارها این موضوع رو گفتم تو این برنامه‌های ایمان و ایران که ما نسل جوانی رو داریم توی ایران میبینیم که انقلابی به پا کردن و دارن پیش میبرن، چه با من بزرگسال چه بدون من بزرگسال فرقی نمیکنه، دارن پیش میبرن و نشون داره میده که این نسل توانایی‌های به شدت زیادی دارن، قدرت به شدت زیادی دارن، استعدادهای به شدت زیادی دارن. فقط باید در مسیری بهشون یه جاهایی کمک بشه که بتونن تو اون مسیر، چون هر کسی به نظر من هر کسی میتونه خیلی از این نکات رو داشته باشه، ولی 2 تا مسیر جلوی هر کسی میتونه باشه، یا مثبت یا منفی. حالا انحراف هم داره که کم کم میره سمت منفی یا کم کم میره سمت مثبت، دقیق یه دفعه نمیره. و ما توی کلیسا هم به نظرم این رو باید، حالا به قول شما اگه ما نمیخوایم خدای نکرده به بزرگان نکته ای رو بخوایم یادآوری بکنیم، اما واقعیتش من هم با شما هم فکر هستم که جوانان برای آینده وقتی 40-50 سالشون شد قرار نیست بیان بشینن کاری بکنن، بلکه الان میتونن کاری بکنن و یاد بگیرن، حتی زمین بخورن، اشتباه بکنن، از اشتباهات یاد بگیرن. من و شما هم اشتباه کردیم، مطمئنا عزیزانی که ارشدتر بودن، بزرگتر بودن، اونها هم اشتباهاتی داشتن، از اشتباهات یاد گرفت، هر کدوم از ما یاد گرفتیم. و به نظر من این خیلی موضوع مهمیه که ما
واقعا جوانان رو بتونیم کمک کنیم. کاری که شما دارید انجام میدید، خوشحالم که تا جایی که امکان پذیر هستش بتونید راجبش صحبت بکنید و جوانان امروز کلیسا باشن، نه فقط فردای کلیسا. پس تو همین مسیر میدونم نکاتی رو آماده کردید، هم راجع به چالش ها خوشحال میشم بشنوم، هم برکاتش، هم نکاتی رو که آماده کردید عالی خواهد شد بشنویم. عالیه، حتما، چشم. من فکر کنم من و شما اگه اشتباه نکنم بهار جان شما هم دهه 60 هستید. بله. نه مثل من ما دهه 60 ها یه ذره احساس میکنم متفاوت‌تر از شاید دهه 70. هر چقدر جلوتر میگیم این دهه ها رو، من احساس میکنم چالش کار هم بیشتر میشه، نه به خاطر اینکه اونها آدم‌های چالش انگیزتری هستن، بلکه دنیای ما شاید یه مقدار فرق کرده، نحوه کار عوض شده و متاسفانه کلیسا نتونسته با این سرعتی که همه چیز عوض شده خودش رو هم مسیر بکنه. دقیقاً. من فکر میکنم برای ما دهه 60 ها، حالا من اینجا یه تفاوتی بین دهه 60 70 و 80 دیگه دهه 90 از دانش من خارجه، اونو دیگه فقط خدا باید بیاد و مجادله کنه. اونا هم امیدوارم الان دهه 90 ها خوابن. نه تو ایران اونا هم دارن قوقا میکنن، واقعا اونا هم برای خودشون یه نسلی هست، همین الان دارن خودشون رو نشون میدن واقعا. بله کاملا، و واقعا هم چیزی از اون قابلیت ها و آرمان هاشون کم نمیکنه. من احساس میکنم ما، حالا اگه بخوام یه مقایسه خیلی سریع بکنم، ما دهه 60 ها در زمان خودمون، میدونم شما هم مثل من از سین خیلی پایین شاید توی کلیسا و محیط کلیسا، حالا شاید یه ذره متفاوت‌تر لحاظ خانگی بودنش یا ساختمانی بودنش، در واقع بزرگ شدیم و در زمان ما چیزی که برامون مهم بود اون اصل موضوع بود که مثلا بر فرض مثلا می اومدن تو کانشادی به ما داستان مثلا یوسف رو میگفتن. اوکی، برای ما مهم این بود که داستان یوسف رو بدونیم چیه، اگه خوندیم اونجا یه ارزندامی هم بکنیم، خانم من بگم، آقا من بگم، و این مبحث و این داستانی رو که از کتاب مقدس میدونیم رو اونجا با هم مطمئن شیم که بس اوکی مسائل همینه. و فیلیپیانسی اتفاقا نکته جالبی تو کتاب مسیحی که نمیشناختم میگه The Jesus I Didn't Know، که اونجا میگه که من زمانی که کانشادی بودم، معلم کانشادی به ما یاد میداد که دلیلی که عیسی مسیح با مثلها با مردم صحبت میکرد این بود که اون افرادی که اونجا هستن صحبتهای مسیح رو بهتر بفهمن. من با این باور بزرگ شدم تا موقعی که به دانشگاه رسیدم و رفتم دانشگاه الهیات، مدرسه کتاب مقدس. اونجا فهمیدم که اتفاقا زمانی که مسیح با مثلها با مردم حرف می‌زد، مردم نمیفهمیدن که این چی میگه. تازه مثل میزد، بعد شاگرداش میمدن میگفتن استاد این مثلی که برای ما زدی مفهومش چیه؟ ما نفهمیدیم. و تازه اونجا فهمیدم مسیح گاهی اوقات مثل استفاده میکرد که اونایی که این دانش و نگرش و چیز رو دارن بفهمن، اونایی هم که نمیفهمن پس مسلماً اون حقیقت هنوز اونها رو بر نگرفته. پس برای ما یک سری اصلای اون موقع مهم بود که شاید لزوماً هم الان که یه ذره پا به سنتر گذاشتیم و بالغتر شدیم میبینیم که کتاب مقدس دقیقاً هم اینو نمیگه ها. مثلا یه مثال براتون بزنم، بهتون قول میدم توی ذهن هر دهه 60 که توی کلیسا بزرگ شده، موسی موقعی که میخواست این دریا رو باز کنه، یه تصویری تو فیلم ها و کارتون ها ما دیدیم، میگه که موسی رفتن دم اون دریای سرخ رسیدن، این ور لشکر فرعون داره میاد، جلوش هم دریاه. تو فیلم ها به ما نشون داده شده که موسی این عصاشو میگیره میکوبه زمین، دریا دو نیم میشه و باز میشه. در صورتی که کتاب مقدس اصلا راجع به عصا و یا زدن عصای موسی به زمین و اینا صحبتی نمیکنه. میگه موسی دستاشو بلند کرد شکرگزاری که با این دریا دو نیم شد.
ولی چون توی ذهنمون این موسی یکی دو بار این اسلحه رو یه جایی به کار برده، این مار شده، یه جا نمیدونم چی شده و اینها، یه ذهنیتی اومده تو ذهنمون. حالا این مسائل جزئیشه، ولی به یه مسائل جدی‌تری هم میرسیم که برامون خیلی سیاه و سفید بوده. حالا الان به یه نقطه رسیدیم که من الان با این دنیای امروز، با کلیسای امروز، با این باورهایی که از قبل داشتم چه کار بکنم؟ و اونجاست که من جوان خادم این انتخاب رو دارم که یا میچسبم به همون باورهای سنتی که دارم و کتاب مقدس برای من یه موضوع سیاه و سفیدیه، یا اینکه میام با این نسل جوانتر از من یه ناحیه‌های خاکستری رو با هم مرور بکنیم. بهار جان، در زمان من و شما کلیسا راجع به موضوع گرایش‌های مختلف جنسی صحبت نمی‌کرد. نه، در رابطه با کامیونیتی الان فکر می‌کنم بچه‌های ایران LGBTQ رو بهتر از بله. گرایش‌های جنسی میشناسن. بله. این موضوعیه که امروز من و شما یه ذره در این زمینه باید سوادمون رو بالا ببریم. ولی این موضوعیه که کلیسا امروز باید راجع بهش صحبت بکنه. در زمان من و شما راجع به معضل زندگی با هم بدون رابطه ازدواج مسئله نبود که بخواد گریبانگیر کلیسا بشه. چرا؟ چون به ما یاد داده بودن که هر نوع نمیدونم اقدام و گرایش و چیز جنسی خارج از ازدواج گناه. ما هم اینو پذیرفته بودیم. ولی الان نسل جدید اینو سوال میکنه که اوکی اینو کتاب مقدس میگه، ولی من با نیاز جنسیم چیکار کنم؟ زنا میگین نکنم؟ از اون ور آیا من میخوام یه ذره، چون برنامه جوانان هست، شاید یه ذره بی پرده تر صحبت کنم. آیا مسائل دیگه، آیا مسئله خودارضایی هم گناهه؟ کجای کتاب مقدس کجا به خودارضایی صحبت کرده و یا جنبه های دیگه این مسئله؟ پس ما در 60 یه جاهای نیازه که یک سری باورهایی که رفته توی ذهنمون بیایم با هم دوباره مرور کنیم، با نسل جدید مرور بکنیم و اگه یه جایی هم نمیدونیم بگیم نمیدونم. من جواب بعضی از سوالا رو ندارم. بله. بعد جلوتر میاییم دهه 70 یه ذره جلوتر از ما بودن. اونها بس فقط اصل موضوع براشون مهم نبود. اونها اصل رو میدونستن و حالا چرایی اون اصل رو میخوام بدونن. موسی اونجا قرار گرفت و این دریا باز شد. چرا؟ اونجا خدا قوم رو نجات داد، همه از این دریا عبور کردن، ولی جلوتر موقعی که باید وارد سرزمین وعده بشن هیچ کدومشون وارد سرزمین وعده نمیشن الا 2 نفر. حتی خود موسی هم وارد نمیشه. این همه گناه موسی رو خدا بخشید، حتی قتلش رو بخشید، حتی دروغاش رو بخشید، حتی بی‌ایمانیش رو بخشید، ولی سر یه جایی که میگه که یه بار بزنین 2 بار زده اونو نمیبخشه. حالا شما بیا اینو به دهه 70 توضیح بده. چرایی موضوع به جز اصل موضوع مهمه. در صورتی که برای ما شاید کافی بود که اون شبانمون، اون کشیشمون، اون چیزمون حالا یه احترامی هم بود دیگه، از فرهنگ شرم و حیا اومدیم دیگه، خیلی اون معلممون رو سوال پیش نکنیم. این دهه 70 هم یه چیزی هنوز از اون شرم و حیا توش مونده، ولی دیگه یه ذره جسورتر شده، یه ذره دلو میزنه به درگه اون سوالا رو میپرسه. آخه نمیشه که مثلا همه اونها، یا مثلا در رابطه با اینی که بحث طولانی که این دهه 70 نمیدونم چرا خسته نمیشن ازش، آیا ما نجات خودمون رو از دست میدیم یا نمیدیم؟ کلوینیسم و آرمینیانیسم، آیا خدا از پیش تعیین کرده افرادی که نجات خواهند داشت یا ما خودمون اون مالک یا تصمیم گیرنده این هستیم که این نجاتمون رو درش بمونیم یا نه؟ و گیر یک سری موضوعاتی هستن که چرایی شاید هیچ موقع با دلایل منطقی براشون توضیح داده نشده، حتی با دلایلی که شاید من و شما یاد گرفتیم. شاید دلیل منطقی باشه، ولی اون چیزی که ما یاد گرفتیم یا حتی نسل قبل ما به جوابی رسیدن، اون جواب برای این دهه یا برای این نسل منطق نداره، بی منطقه. حتی واقعا کلیشه نمیتونن کلیشه است اصلا.
هیچ پاسخ نیست براشون. در واقع بخوایم رکتر بخوایم بگیم پاسخی نیست براشون که اونها رو ارضا بکنه بابت سوالاتی که دارن. دقیقاً. و من فکر میکنم بس دهه 70 بیچاره ها میتونم بگم یه ذره هم قربانیه 2 تا باور و 2 نسلی هستن که این وسط موندن، که یعنی الان میگم دهه 70 یعنی منظورم مثلا 20 تا 30 ساله ها، یعنی برای این نسل داریم صحبتشو میکنیم. اگه این لایو رو در سال 2050 دیدیم بدونیم که ما الان سال 2023 هست داریم صحبت میکنیم. و خب به هر حال یعنی یک نسلی هستن که چرا این موضوع. حالا یه دهه هم بیایم جلوتر دیگه، میدونم وقت لایومون هم خیلی زیاد نیست. دهه 80 امروز هیچ ابایی نداره، بذارید من این کلام رو هم بیارم که به من و شما بگه که آقا این کتاب مقدسه، من قربونش هم میگم، ولی هیچ ابایی ندارم که بگم این قسمتاشو حتی من نمیپذیرم. خدا رو قبول دارم، ایمان مسیح رو قبول دارم، ولی شما بیا منو قانع کن در رابطه با خشونت هایی که مثلا خدا دستور میده برین قم رو بزنین بکشین تمام زنها و بچه ها هم گوش. حالا اینو بیا شما برای دهه حتی به چهارپایان یه جا میگه رحم نکنین چهارپایانشون هم بکشید. حالا شما بیا به دهه 80 که در واقع میخواد هم از حقوق حیوانات و بچه ها و نمیدونم همه زنان و همه اینا چیز بکنه. در یه دورانی که ما زندگی میکنیم واقعا توضیح این مسائل به دهه 80 کار راحتی نیست. فقط هم عهد عتیق نیست، بعد میایم عهد جدید. آقای پولس رسول هم یه اظهار نظراتی راجع به پوشش خانوما و صحبت نکردن خانوما و مسائل دیگه هم داره. آقا ببخشید این کتاب مقدس شما یه ذره دموده است. من مسیح رو قبول دارم، ایمان مسیح هم قبول دارم، ولی جاهای کتاب مقدس رو من میخونم، همه جاشو نمیخونم. و حالا امروز اون خادم قدیمی، اون نسل دهه 60 یا نسل دهه 70 و بعد 80 اگر نتونیم ما سر مسائلی با هم گفتمان و گفتگو داشته باشیم، چه اتفاقی میفته؟ شیطان هم دقیقا منتظر همین موضوعه. این نسل کم کم از کلیسا میره جواب سوالهاش رو در دنیای بیرون پیدا بکنه. اگر خیلی خوش شانس باشه و 4 کلمه انگلیسی هم بلد باشه، شاید خدا هم بهش لطف بکنه که جوابهای مسیحی و موثقی رو پیدا بکنه که خوشبختانه این منابع داره بیشتر و بیشتر هم میشه، ولی شاید بتونه این جوابهایی رو پیدا بکنه که اون رو در همین نیمچه ایمانی که داره نگهش داره، ولی باز معضل و مشکل کلیسا رو حل نمیکنه براش. ولی اگر نتونه اون جوابهاش رو در دنیای مسیحیت بیرون پیدا بکنه، متاسفانه دنیای ما با یک سری جوابهای خیلی توخالی، پوچ و کوتاه مدت میاد و با این الان شما همین الان من روزی ویدیویی داشتم میدیدم راجع به هوش مصنوعی که چقدر این هوش مصنوعی در عین حال اینکه در زمان خودش یک تکنولوژی خارق العاده بود، کار ما انسان‌ها رو راحت میکنه، حالا انسان به تکاپو افتاده که نکنه این هوش مصنوعی بیاد یه بلای سر خود انسان‌ها بیاره. و این دقیقاً چیزیه که یوحنا باب 10 راجع به صحبت میکنه، میگه دزد نمیآید تا بدزدد، بکشد و از بین ببرد. و خب رئیس این جهان هم مسلماً میخواد که اون جوان دهه امروزه جوانای دهه 60 مون دارن میرن دیگه، چه برسه به دهه 80 که اون مطالباتشون و سوالاتشون پاسخ داده نمیشه و ضرباتی از نسل قبلی میخورن که گاهی اوقات یه ذره جبران ناپذیره. اینا یه سری از چالشاییه که خب در خدمت جوانان هستش، ولی خب اگر سوالی در این زمینه هستش میتونیم بهش بپردازیم، اگر هم نمیتونیم سراغ بعضی از راه حل ها بریم. حتما. یه موضوعی که شما هم اشاره کردید، متاسفانه ما حتی نسل من و شما
که دهه 60 هستن رو میبینیم که اون سواله براشون منطقش روشن نشده. حالا یا تازه وارد کلیسا شدن، از سنین جوانی نبودن، هر چیزی. به هر حال ما هر روز افراد جدیدی رو داریم که وارد کلیساها میشن، حالا یا میان آشنا میشن میمونن یا نه میان و میرن. ولی داریم افرادی که حالا حتی نسل های قبلتر از ما، و متاسفانه میشه گفتش که همین مثالی که شما زدید AI، اون سالهایی رو که از نظر جامعه شناسی، روانشناسی، نسل شناسی، حتی که حالا حتی نسل به نسل ما داریم اسامی مختلف میبینیم. نسلی که الان هست نسل زی هستش که چطور داره قوقا میکنه، نه فقط توی ایران با انقلاب زن زندگی آزادی، بلکه همه جای دنیا اونا با اینا ارتباط دارن. یعنی جغرافیا واقعا که برای این نسل ها معنا نداره، و وقتی وارد کلیسا میشن حالا دارن هم یاد میگیرن که جسورانه تر، حتی همون نسل من و شما جسورانه تر سوالاشون رو بپرسن. اما کلیسا خیلی وقتا متاسفانه به خاطر اون عدم شناخت هایی که میگم روانشناسی از جامعه شناسی از نسل شناسی هستش، حتی قومیت ها، شناخت های قومیتی متاسفانه وجود نداره، جوابی نیستش متاسفانه. و که من فکر میکنم وظیفه ما به عنوان کسایی که داریم این گپ رو این فاصله رو میبینیم، این تضاد رو حتی شاید بشه بهش اشاره کرد، میبینیم نیاز از خودمون رو تجهیز کنیم، بریم از صفر یاد بگیریم. بریم یاد بگیریم که بتونیم قدمی برداریم و مثبت باشیم. مرسی از چالش هایی که گفتید، چون خیلی موضوع مهمیه. خیلی وقتا حتی تو خانواده ها این چالش ها هست، خانواده هایی که در ایمان مسیحی هستن کل خانواده و جوون دارن، نوجوان دارن، و با همین چالش ها روبرو میشن. حتما به این معنی نیست که افراد باید بیان کلیسا حالا یه نفر بخواد خدمتشون بکنه، بلکه تو خانواده هم وقتی جوانی نوجوانی سوالاتی رو داره و جسورانه میپرسه، اشتباه نمیکنه، نه گناه میکنه برای پرسیدنش، نه اشتباهی میکنه برای پرسیدن سوالاتش، ولی خانواده ها هم جوابی ندارن. و من فکر میکنم ما نیاز داریم، کلیسا در واقع نیاز داره هم خودش رو تجهیز بکنه، هم خانواده ها رو تجهیز بکنه، از علم استفاده کنه برای این شناختا که بتونه مفید قرار بگیره. مرسی برای چالشایی که اشاره کردی. حالا میدونم بحث‌های دیگه هم هستش، موضوعات دیگه هم هستش میخواید اشاره بکنید، اونها رو بشنویم که میتونه خیلی مفید باشه. حتما. من بس اون بخش قبلی رو راجع به چالش با 3 تا چیز میتونم خلاصه بکنم، 3 تا کلمه سوالی که شاید دهه 60 براش اون واته چی موضوع چی هستش مهمترین عامل بود، چی بودنه. دهه 70 why چرا به این صورته، و دهه 80 و شاید جلوتر از دهه 80 هم حتی اون how about، یعنی اینکه اوکی اینو قبوله ولی این چی؟ احتمالاً این چی میگه؟ من اگه اینو قبول بکنم با اون جنبه قضیه چی کار میتونم بکنم؟ شما به من میگی که مثلا الان دشمن خودتون محبت کن، اوکی؟ الان حماس داره امروزه توی اسرائیل، من البته جانبداری نمیخوام بکنم، اما من به نظر شخصی من اسرائیل هم به همون اندازه حماس تقصیرکاره، به خاطر اینکه هیچ کدوم طالب آرمان‌ها و صلح نیستن، آرمان‌های این کتاب مقدس، هر دو طالب نفع و جنگ خودشونن. ولی الان مثلا یک گروه تروریستی مثل حماس شاید برای امروز مثال خوبی باشه. اگه امروز دشمن ما حماسه، دشمن ما نمیدونم حزب الله، دشمن ما نمیدونم روسیه است، اوکراین، آذربایجان، ارمنستان، قره‌باغ، هر جایی که هست، جمهوری اسلامی. دقیقاً اول ایشون گفت اگه اومدیم بکشون اول ایشون. بس من چطور میتونم امروز طبق این آرمان کتاب مقدس دشمن خودم رو دوست داشته باشم؟ و این سوالیه که من اگر به عنوان خادم مجرب نتونم نسل جوان رو، نسل دهه 80 و 90 و بقیه افراد رو مجاب بکنم که ببینید یک جایی هست که اون دشمنی
فراتر از این اصل کتاب مقدس میشه. ما آیه داریم از رسالات پولس که میگه که شهروند خوبی باشین، قوانین و قواعد کشور خودتون رو حفظ کنین و تسلیم حکومت خودتون باشین. حالا آیا من مسیحی باید تسلیم حکومت جمهوری اسلامی باشم توی هر چیزی که میگه؟ این حکومت به من میگه که اجازه نداره که توی گروه خانگی جمع بشین، این جرمه، این در واقع یک گناهه و برای این جرمی که در واقع مرتکب بشی تازه هم اقدام علیه امنیت ملیه و هم در واقع جریمه‌اش هم باید بدی، زندانی هم میشی برای این موضوع. من یه جمله و عمیق‌تر از این که فقط گروه خانگی داشته باشی، داشتن این کتاب توی جامعه، توی سرزمین ایران با این حکومت جرمه و همون چیزی که شما گفتید، این میگن شما این جرم مرتکب شدی که این کتابو تو خونه داری. حالا چه برسه دیگه بریم بخوایم جلوتر بریم از این. دقیقاً. بس میخوام اینو بگم، اون شخصی که داره راجع به how about سوال میکنه، این چطور، میگه اوکی من دشمن خودم رو محبت کنم، ولی شما خودت هر روز داری قانون همون دشمن رو میشکنی و هر روز داری بر ضد اون آرمان ها پیش میری. پس از من نخواه که بیام اینجا یک جای کتاب مقدس رو همون جوری که گفته شده عمل کنم، بعد یک جای دیگه کتاب مقدس رو تفسیرهایی رو که خودم دوست دارم و پیاده کنم، عملی بکنم. نه، اینجا که پولس اینو میگه راجع به اون مسئله، اونجا که توی عهد عتیق راجع به قوانین عهد عتیقه، اونجا نمیدونم. و گاهن ما خیلی چیز گاسخی نداریم. ولی من میخوام یک کلید کوچیک بدم، چه به جوانها چه به عزیزان دیگه‌ای که به نظر من این کلید برای من الان به صورت تقریبا میتونم بگم تمام وقته که به مدت 7-8 ساله که توی این خدمت جوانان هستم و خب سالیان زیادی هم هست که توی کلیسا با نوجوانان، با جوانان و حتی الان هم با حتی افراد مسن‌تر از خودم هم داریم دست و پنجه نرم میکنیم راجع بعضی از این چالش‌ها و اونم کلمه حقیقته. حقیقت چیه؟ یوحنا 8:32 چی میگه؟ میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. من اگه امروز چه برای خدمت خودم، چه برای جوانان، چه برای نسلی که دارم بهشون خدمت میکنم، حقیقت رو بگم همون جوری که هست، آیا من همه جوابها رو در رابطه با مسائل گرایش‌های مختلف جنسی دارم؟ نه، حقیقت اینه که ندارم. پس بیام همینو بگم. موقعی که اون جوان بدونه که من هم مثل اون جواب همه سوالها رو ندارم، خیلی بیشتر توجه میکنه به اون بخشی که جوابهاش رو دارم، تا اینکه بخوام بیام همون اول مثل این ملا لغتی‌ها بشینم گوش بدیم بنویسین همجنسگرایی گناه هست. اون جوان خیلی بهتر از من میدونه که همجنسگرایی طبق این کتاب مقدس گناهه. نیاز نداره من بهشون رو یادآوری بکنم. ولی آیا گرایش به همجنس خود با گناه همجنسگرایی یک موضوعه یا این دوتا مبحث مختلفی هست؟ موضوعی که خیلی از اوقات کلیساها نتونستن این دوتا رو با هم از هم تمایز بدن. من اگر امروز یک جایی لغزش بخورم و مرتکب گناه زنا بشم یک موضوعه، ولی اینی که اصلا کلن ببخشید مثلا فاحشه باشم و زناکار باشم یک مبحث دیگه است. و ما باید بیایم به عنوان کلیسا، به عنوان خادمی، به عنوان نسلی که داریم میکوشیم که کتاب مقدس رو خارج از مسائل اجتماعیمون نبریم. دکتر مهداد فاتحی یه دوره‌ای دارن به اسم جهانبینی مسیحی که دوره فوق‌العاده‌ایه برای دانشجویان الهیات و کل مبحث سر اینه که من مسیحی دیدگاهم، نگرشم و عمل کردم راجع به مسائل اجتماعی، راجع به ورزش، راجع به فیلم، راجع به مسائل مختلف دنیا، حتی تفریح. من
نباید من این مسیح تفریح بکنم؟ چرا باید تفریح بکنم؟ من نباید مهمونی بگیرم؟ چرا باید مهمونی بگیرم؟ پس من به جای اینکه بیام امروز به دهه 80 بگم که جوان محترم مهمانی نگیر، مهمانی مرکز فساد و خانه شیطان است، بهش بگم مهمونی بگیر، اتفاقا مهمونی بگیر، منم دعوت کن. اما چالش، تو که چالش دوست داری، how about مهمونی که میگیری چجوری تو رو متمایز میکنه به عنوان مسیحی با مهمونی که دوست غیر مسیحیت میگیری؟ مهمونی بگیر، غذا بده، سالاد و لوبیا و کالباس بده. این مهمونی دهه 60، اگه این سالاد و لوبیا و کالباس نبود ساندویچاش اصلا مهمونی نبود، بعد کل خونه همون بوی کالباسه میپیچید. بعد همه این کار رو بکن، رقصت هم بکن، ولی چه چیزی این مهمانی تو رو متمایز میکنه از یک مهمانی بیرونی؟ حقیقت مسیحی بودن تو در این مهمانی کجا خودشو نشون میده؟ اینو من بهت نگم، اینو خودت اصلا جواب بده. میخوای قبل از اینکه شمعتو فوت کنی یه دعا، یه برکت، یه آیه است، یه آرزوه، یه نمیدونم عمل کرده، اصلا توی بازی میخوای اینو نشون بدی، هر جوری میخوای نشون، شاید تو لباسی که پوشیدی میخوای اینو نشون بدی. ولی این چالش رو همیشه بیاریم که بیایم با هم بس به حقیقت برسیم. مگه مسیح نمیگه که حقیقت رو خواهید شناخت و زمانی که این حقیقت رو بشناسین این حقیقت شما رو آزاد میکنه؟ مشکل خیلی از جوانای ما اینه که متاسفانه با اصولی راجع به حقیقت آشنا شدن ولی خود حقیقت رو گاهن به خوبی نشناختن. و خبر خوب من برای نسل جوان اینه که مسیح اونقدر هم که ما فکر میکنیم سختگیر نیست و ضد حال نیست. اتفاقا مسیح یک شخصیت اهل دل بود. مسیح تو مهمانی ها میرقصید، مسیح با گناهکاران مینشست، مسیح با افرادی که مورد افراد مرفوع جامعه بودن، مورد پذیرش جامعه نبودن، آمد و رفت میکرد. مسیح زنها رو میدید، حتی زنهای زناکار رو. مسیح بچه ها رو میدید و هم جوانان رو میدید. قطعا میگن احتمالا مسیح موقعی که شاگرد سوگولیش رو یوحنا رو که یوحنا برای خودش هم کم پپسی باز نمی‌کرد، شاگردی که مسیح او رو سرشونه آره میگن احتمالا این نوجوان بوده، یعنی مثلا 17-18 ساله بوده و به احتمال خیلی قوی جوانترین شاگرد هم یوحنا بوده. پس مسیح اون موقعی که میخونه میدونست که بابا این یوحنا یه ذره ناز و نوازش بیشتری از بقیه شاگردان میخواد. پتروس واسه خودش یه مین داده این تو و ماهی میدیم و اینا، این یوحنا یه ذره چیزش چیتان پیتانش بیشتره. ولی در آخر همین یوحنا براش میمونه. در آخر همین یوحنایی که پای صلیب مسیح میگه که یوحنا مادر تو مادرم پسر، یوحنا مثل پسرته. یوحنا بس یه مرد بالغ 50 ساله نبود که مریم بخواد اونو به عنوان پسرش بپذیره. یوحنا یه جوانی بود مثل من و شما که اونجا مورد پذیرش این مادر قرار میگیره و بعد مکاشفاتی به یوحنا نشون داده میشه که امروز من و شما امید آینده خودمون رو بر روی همین مکاشفاتی که یوحنا شمه ای از اون رو، بخشی از اون رو برای ما باز کرده، راجع به اورشلیم سماوی، راجع به چیز برمون باور اجازه نداشته یه مقدارش رو بنویس، میگه اونقدی اینها رو بنویس، میگه چه قسمت‌هایی رو بهش بنویس. و حالا من فکر میکنم توی این موضوع که اشاره کردید راجع به سن شاگردان، خب به نظر میاد، حالا من خودم شخصا تحقیق نکردم، من بر اساس فیلم هایی که حالا نمیدونم فیلم د چوزن رو اگه دیده باشید، من 2 هفته پیشم در این رو اشاره کردم، تشویق کردم عزیزان برم ببینم. توی اون فیلم بر اساس اون چیزی که اون فیلم داره نشون میده و من فکر میکنم
همه این شاگردان از خود مسیح سنشون پایین‌تر بوده. خب بله. خودش حالا بگیم از 30 سالگی شروع کرده تا 33 سالگی، بر اساس آنچه که دانشمندان علم الهیات راجع به سن مسیح میگن و حالا حدوداً شاگردان از اون سنش کمتر، از مسیح سنشون کمتر بوده. و خب مسیح با همین افراد جوان که میشن همین دهه 70 الان امروز بله. کلیسای خودش رو پیش برد و همین حتی پولسی که واسه خودش یلی بوده به قول معروف قلدری بوده واسه جامعه خودشون اون فضا، به اون داره میگه من کلیسای خودم رو بر تو بنا میکنم. و امید مسیح، امید عیسی مسیح، اون چه که با اینها 3 سال راه رفت، بله. جوانان در 70 امروز ما میشن. بله. اگر بخوایم از نظر سنی بخوایم در نظر بگیریم. و من فکر کنم کلیسا حالا برای امروز قرن 21 2023 که الان هستیم نالطفی هایی شده در حق این نسل، در حق این سنین که خب حالا همونجا باش یاد بگیر تا بعد ببینیم چی میشه. هر موقع بلوغتو نشون دادی اون موقع بیا با هم راجع معیارامون صحبت کنیم. حالا از کلمه بلوغ هم خیلی وقتا استفاده میشه. هر موقع وفاداری تو نشون دادی باهات میتونیم با هم صحبت کنیم، با هم بشینیم راجع به خدمت بیشتر، مسئولیت بیشتر صحبت بکنیم. دقیقاً. و اتفاقا مثال خوبی زدین راجع به پتروس و شاگردان، چون ببینید توی همین زندگی پتروس من این نکته‌ای که همیشه توجه منو جلب میکنه، یادم دکتر ساسان توسلی هم یه پیغامی یه بار توی گروه خانگی ما دادن راجع به شک و میگفت عجیبه که این شاگردان 3.5 سال با مسیح زندگی کردن، رفتن اومدن، خوابیدن، خوردن و معجزاتش رو دیدن، تعالیمش رو شنیدن، همه اینا، ولی بعد به متی 28 زمانی که مسیح دیگه آخرشه، مأموریت رو داره میده و دیگه بعد اون داره صعود میکنه به سمت آسمان، میگه هنوز برخی شک کردن. آخه پدرت خوب، مادرت خوب، دیگه چی میخواستی ببینی دیگه؟ اگه توما هم بودی که شک کرد که دیگه اومد گوشم نشد دست بزنه به اون جای سوراخ‌ها، همونجا افتاد توبه کرد دیگه. یحیی تعمید دهنده، تو که دیگه مسیح رو تعمید دانی، تو که اون حالا میگن احتمالاً کازنش بوده دیگه، پسر خالش یا پسر عمش یا پسر عموش، حالا یکی از این فامیلا، تو که اون بزرگی تازه، تو دیگه چرا شک کردی؟ و بعد جالب مسیح هم جواب واضحی نمیده ها، میگه بگین به یحیی بگین که کوه‌ها بینا میشن، لنگان دارن خرامان میشن و معجزات داره انجام میشه، خوشا به حال کسی که شک نکنه. پس نکته چیه؟ نکته اینه که پتروس حتی در و خواهش میکنم از این جمله من سوء استفاده نکنین، جمله‌ام رو خوب بفهمین. پتروس حتی در زندگی با عیسی مسیح و آمد و رفتن با عیسی مسیح نبود که زندگیش تغییر کرد. حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که پتروس زمانی زندگیش دگرگون شد که توی اعمال رسولان باب 2 از روح خدا پر میشه. پس جوان دهه 80 و 90 حقیقت رو میخوای بدونی؟ تو تا دلت میخواد برو دنبال نجوم، راجع به بیگ بنگ تحقیق کن، راجع به نمیدونم اِوولوشن تحقیق کن، راجع به اینی که آیا ما نجات رو از دست میدیم یا نمیدیم، همه اینا رو تحقیق، همه اینا خوبه. من خودم الهی دانم، تازه میخوام درسم هم ادامه بدم، من منکر علم الهیات نیستم، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که من جوان امروز زمانی خدا از من استفاده میکنه که اجازه میدم روح خدا بیاد منو پر بکنه. چجوری من میتونم در گفتار، کردار، محبت، ایمان، پاکی همه مؤمنان رو سرمشق باشم؟ واقعا به قوت خودم میتونم؟ نه، حقیقت اینه که نمیتونم، یکیشم نمیتونم، نه همشو، یکیشم نمیتونم. هیچ کس ولی زمانی که از روح شما. خدا پر بشم اون موقع میتونم. دقیقاً. هیچ من فکر میکنم اینجا شاید خوبه یه پرانتز بزنم، هیچ تبعیضی وجود نداره که یک نفر بتونه اینها رو انجام بده به خودی خود. به خودی خود. نه،
از پسشون خیلی وقتا برمیایم، ولی به خودی خود نیستش که میتونیم هر کدوم از این جنبه های از شخصیت رو بتونیم به تنهایی نشون بدیم، رفتار بکنیم و بدون هیچ کمکی از روح خدا یا یاری خدا بتونیم از پس اینها بر بیایم. هیچ در واقع هیچ کس، یعنی این هیچه رو من فکر کنم باید نیاز هستش که در نظر داشته باشیم. فکر نکنیم خب بعد خوبا میگه من نمیتونم، شاید بعد ادوارد بتونن یا شاید بعد از ساسان بتونن. من فکر میکنم بین انسان ها برای این موضوع تبعیضی وجود نداره که بدون روح خدا نمیتونیم از پس هیچ کدوم از این از این جنبه‌های از شخصیت بخوایم. یعنی موضوع جوان یا غیر جوانش نیست، موضوع یه شخصی که تو کلیسا باشه یا تو کلیسا نباشه، یعنی از بچگی در واقع تعالیم مسیحی رو نشنیده باشه نیست. موضوع اون روح خداست. حتی همین مثالی که خودتون زد، حتی پتروس نتونست به خودی خود تا روح خدا. و میدونید تله شیطان چیه بها جان؟ تله شیطان اینه که بیاد و ما رو به این باور برسونه که شما میخواید بری با جوان راجع به پوری روح صحبت کنی، آقا این هنوز محبت رو نفهمیده، تو حالا میخوای بری و میخواد ما رو با مسائل خیلی پیش پا افتاده جزئی مسائل من راجع به این مطلبی صحبت بکنم که امروز جوان جذب بشه. کتاب مقدس مثلا در رابطه با فشن چی میگه؟ اوکی، فشن مهمه. اتفاقا کتاب مقدس راجع به فشن زیادم حرف داره، کم هم حرف نزنه. یه برنامه دیگه منو دعوت کنی و فشن صحبت می‌کنیم. ولی اون آیا اون حقیقت هست که من باید بهش برسم؟ حقیقت موضوع اینه که من خیلی زود، من چون توی کلیسای خودمون خدمت نوجوانان رو هم انجام میدم، دهه 90 میشه حالا اون نوجوانانی که ما داریم. من قبلا هم میومدم چیکار میکردم؟ قبلا میومدم گفتم خب نوجوانن دیگه، اینا که نمیشه مثلا براشون موعظه بزرگسالانو کرد. میومدم یه مبحث ساده مثلا کان نشادی رو برمی‌داشتم، یه ذره شاخ و برگش رو بیشتر میکردم، بعد اونو میومدم مثلا برم به خورد نوجوانان که خب دیگه این باید درس مناسب باشه. خیلی زود به این نتیجه رسیدم که نه خیر، این نوجوانان ما قدرتر از این حرفان که شما اون درس کان نشادی رو بخوای یه ذره مثلا تگ و بالش رو بیشتر بکنی. الان میدونی چی کار میکنم؟ الان موقعی که به نوجوانان میخوام درس بدم، یه موعظه بزرگسالان رو برمی‌دارم، اونو میام یه ذره ساده تر میکنم. اگه بحث تسلیس اونجا دارم صحبت میکنم، حالا بیایم اینجا صحبت اینو بکنیم که اوکی، من توی رابطه‌ام با خدا، آیا با روح القدس من رابطه دارم؟ ما چرا فکر میکنیم امروز نوجوان نباید راجع به رابطه ما با روح القدس بشنوه؟ نوجوان گنجایششو نداره؟ نوجوان داره با هوش مصنوعی یه آدم دیگه برای خودش میسازه. و چطور ممکنه روحی که در اون ساکنه رو نتونه بشناسه و نتونه، یعنی گاهی اوقات ما چوب ساده لوحی خودمون رو میخوریم در خدمت به این نسل، در صورتی که باید این نگرش و این دیدگاه رو جلوتر پیش ببریم که من همونطور که گفتیم این نسل رو دست کم نگیرم. و برای همینه من میدونم وقت خیلی کم هستش، یه پادکاستی هست، میخوام یه 2-3 تا تبلیغم از پروداکتامو بکنم به اسم پادکاست ماموریت، که من این پادکاست رو نزدیک الان 6 ساله که داره پیش میره، تا الان 92 قسمت تا الان پیش رفته. پادکاست کوتاه هفتگیه، هر جمعه، اسم ماموریت رو حالا چه به فارسی چه به انگلیسی میتونین سرچ بکنین. هدف من توی این پادکاست اینه که پادکاست هم بیشتر مخاطبش جوانان هست، صوتی هم هست، کوتاه هم هست، هر قسمتش بین 10 تا 15 دقیقه هم هست، و هدف اینه که راجع به مسائل عمیق ولی برای جوانان و موضوعی که معمولا تو دنیا راجع به صحبت نمیشه صحبت کنیم. یعنی من سازش نمی کنم، هم هر دو ولی خب برای مسیحیان این پادکاست بشارتی نیست. پادکاستیه که امروز اگه شما جوان کلیسای خانگی هستی، دنبال یه جایی هستی که یه همچین گوشتی بهت بده، ولی اونقدر هم گوش نباشه که دیگه تو گلوت گیر کنه، نتونی هضمش بکنی. دقیقاً بتونی اون رو بر بگیری و
بعضی از مسائل کلیشه‌ای هم که راجع به صحبت نمیشه اونجا بتونیم بهش بپردازیم. و اتفاقا فصل فعلیش راجع به آمادگی خدمتیه. من جوان میخوام خدمت کنم، نمیدونم چجوری باید خدمت کنم، دلم میخواد خدمت کنم ولی کلیسا منو جدی نمیگیره، شبانم هم داره امروز فردا میکنه، این دست اون دست میکنه. و ما معتقدیم که یک خادم جوان باید نه فقط دانش کتاب مقدسش و الهیاتش که چه بسا این خیلی مهمه، یعنی اصلا و ابدا گوی دانش کلامتون، گو دعاتون، گو رابطتون با خدا اصلا تخفیف ندیم و سازش نکنیم. ولی در کنار این من چه آمادگی دیگه باید داشته باشم؟ ما اونجا تعلیم میدیم که شما باید آمادگی فکری داشته باشی. میخوای خدمت بکنی، اوکی، چه خدمتی؟ چیه برنامه؟ چه استراتژی داری؟ همونجور الکی که نمیشه وارد خدمت شد. بشین بنویس، طرح تو بنویس، برنامه چیه، ذهنت چیه، آمادگی روحانی. آیا تو وقت دعات کمک میکنه؟ آیا پا میشی برای این رازگاهانت؟ آیا به خدا وقت میدی؟ آمادگی خانوادگی. من تو خانواده لااقل سرمشق هستم. کلام میگه که اگه شما نتونی خانواده خودتو اداره کنی چجوری میخوای کلیسا رو اداره کنی؟ آمادگی شخصیتی، چجوری من شخصیتم ساخته بشه که موقعی که مثل مسیح به من نگاه میکنن بگن در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و نزد مردم رشد میکرد. آمادگی فیزیکی، بله، آمادگی فیزیکی. ورزش میکنی، آفرین، چون خادم خوب کسیه که مراقب بدنشه. چرا؟ به خاطر اینکه بدن ما معبد روح القدسه. بس موقعی که تنبلیت میاد بگی جیم، حقیقت رو به خودت یادآوری کن. من به خودم میتونم تخفیف بدم ولی به روح القدس نمیتونم تخفیف بدم. روح القدس دوست داره توی بدنی که پر چربیه خفه بشه اون تو؟ نه. بس من معبد روح القدسم، پاشم برم ورزشمو بکنم، جلوی پرخوریمو بگیرم، خوابمو درست کنم. چرا 10:90 بیاد ساعت 5 صبح میخوابم؟ میخوای جدی بگیرنت، خوابتو تنظیم کن، بدنتو، فیزیکتو تنظیم کن. آمادگی اجتماعی، حالا دیگه لیستش طولانیه، آمادگی الهیاتی، خدمتی، آمادگی رهبری. بله شما رهبرای نه آینده، رهبرای فعلین. هیچ کسی مثل شما نمیتونه تاثیرگذار باشه روی افرادی که دارین باشون زندگی میکنین و خدمتشون میکنین. 2 کتاب خوب هستش اینجا، من نمیدونم دوستان میبینن یا نه. یکیش هست We Are All Leaders. We Are All Leaders، ما همه رهبر هستیم. فردریک آرناندر نویسندش هست. و یکی هم نویسنده معروف جان مکسول، Leadership 101. Leadership 101 یعنی اینکه اصول 101 یعنی اینکه اصول پایه‌ای، اصول اساسی رهبری. هر دوش انگلیسی البته متأسفانه، ولی انگلیسیاییه که 10:90 امروز میفهمه، چون 10:90 امروز انگلیسیش خوبه، از من و شما بهتره و انگلیسی خوبی رو داره. و توی هر دو این کتابا میگه که نذار هیچ موقع هیچ کسی به تو بگی تو رهبر نیستی. تو در وهله اول زندگی خودت رو رهبری میکنی و بعد میتونی تاثیرگذار باشی روی بقیه و بقیه افراد. بعد آمادگی مالی، 3 آخری، من چجوری خودم رو تامین کنم که هم مخارج زندگیمو در بیارم، هم خدمتمو بکنم. و بعد آمادگی امنیتی و آمادگی جفا. بله، حقیقت رو از همون اول به این جوان بگیم. ای جوان مسیحی که تصمیم گرفتی توی ایران خدا رو پیروی کنی، مسیح رو پیروی کنی، کتاب مقدس میگه بهاییه که باید بپردازیم. من اینو از تو مخفی نمی کنم. حقیقت رو بهت میگم که بعد 2 سال دیگه افتادی تو زندان از ایمان نیفتی که بگی که مگه قرار نبود مسیح بیاد زندگی منو همه چیزو برکت بده، همه چیزو خوب کنه؟ نخه. مسیح اتفاقا گفت که اگه دنبال من بیای زندگیت تنگ‌تر هم میشه، سخت‌تر هم میشه. ولی حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که هیچ موقع ترکت نمی‌کنم. پس امیدوارم این مطالب و این مسائل کمک کننده باشه. مطالب دیگه هست ولی دیگه فکر می‌کنم زمان برنامه به پایان رسیده. حالا شاید در فرصت‌های آینده بتونیم بیشتر راجع به این صحبت کنیم. مرسی. خیلی موضوعات خیلی هم مهم
هم حساس میتونم بگم، یه سری از نکات حساس بود، مخصوصا قسمت‌هایی که ما توی کلیسا صحبت نمی‌کنیم و اون اهمیتی رو که باید به نسل‌های پیش رو، نسل‌هایی که الان دارن با AI می‌جنگن یه جاهایی و دارن از AI یاد می‌گیرن، یعنی هم این جنبش هستش هم اون جنبش هستش واقعا. و در واقع ما به عنوان یک کلیسا بخوام بگم، حالا چه نسل من و شما چه نسل‌های قبل‌تر، اونقدی نتونستیم با این رشد، سرعت رشدی که دنیا داره پیش میره و نسل به نسل داره شناختاشون متفاوت‌تر میشه، طرز فکراشون متفاوت‌تر میشه، خودشو وقف بده با این سرعته. پس ما خیلی فاصله داریم. خیلی جا من خودم وقتی با جوانان هستم میگم بابا شما باید بیاید به من یاد بدی، من هنوز باید یاد بگیرم از شما چیزایی که شما باش درگیر هستین. و همونطور که شما گفتید مثلا یه نمونهش انگلیسی که الان این نسل اصلا خیلی راحت‌تر از من و شما بلبل حرف میزنن هر جای دنیا که باشن واقعا، چه ایران چه خارج از ایران. حالا خارج از ایران شاید موقعیت‌های مختلفی باشه ولی به هر حال خیلی مهمه. و من فکر می‌کنم یه چیزی رو میخوام خواهش کنم تموم بکنید راجع به موضوع پادکست مأموریت که گفتید، اشاره کردید که تو این هفته پیش رو راجع به همین موضوعات دارین صحبت می‌کنید. بله، در حال حاضر تو همین فصل هستیم. ما الان مثلا آمادگی روحانی و فکری و شخصیتی و اینها رو صحبت کردیم. الان این آمادگی این هفته ما در رابطه با آمادگی خانوادگی، یعنی روز برنامه روز جمعه در رابطه با، البته خب این مثلا ما اومدیم 10 ساعت دوره رو توی 10 دقیقه پادکست خلاصه و چکیده و اون مسائل اصلی موضوع رو اونجا عنوان کردیم. اگه عزیزی توی ایران هست که علاقمنده در یک برنامه مدون 3.5 سال یا 3 ساله این سرمایه گذاری روش بشه که به عنوان یک خادم جوان بتونه اینها رو پیش ببره، حالا یا با شما یا با بنده یا با عزیزان دیگه در ارتباط باشن و ما اونها رو برای آینده، چون ما هدفمون اینه که بتونیم هر سال با تعداد محدودی جوان با تاییدیه شبان و به هر حال جایی که هستن این سرمایه گذاری بکنیم. خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که این برنامه از نزدیک چند سال پیش که شروع شده دوره اولش به پایان رسیدن و از اون دوره اول الان 5 نفرشون گروه خانگی خودشون رو اداره میکنن، همکار نیستن، معاون نیستن، دارن اداره میکنن. یکیشون 2 تا گروه داره و بقیه هم در خدمات مختلفش، کارنشادیش، پرستشش، بشارتش. یکی الان داره خبرنگار میشه. ما مگه خبرنگار مسیحی نمیخوایم؟ پس این دوره ها به شما این آموزش رو میده که یک خادم حقیقی، یک رهبر حقیقی لزوما همه هم واعظ و معلم نیستن. در جنبه های مختلف جامعه میتونن اون نور و نمکی باشن که خدا میخواد پیغام انجیلش رو به همه برسونه. آمین آمین. حتما عزیزانی که اینجا هستید، اگر جزو شبانان هستید، افرادی رو دارید که میخواید بفرستید، حالا چه به همین اکانت فردوسی یا به بردرخوان عزیز میتونید پیام بدید، ما با هم در ارتباط هستیم، میتونیم این اسامی یا این ارتباطات رو وصل بکنیم به هم دیگه. یا اگر در خانواده هستید، خانواده ایمانی مسیحی هستید و کسی جوان شما یا اطرافیان شما جوانی دارید که فکر میکنید میتونه در این موقعیت قرار بگیره، اون هم میتونید پیام بدید. حالا به بردرخوان وصل خواهید شد اگر به من پیام بدید و صحبت خواهید کرد. یه سوال دیگه بردرخوان جان، راجع به پادکست اسم پادکست مأموریت، درسته؟ بله. از در چه پلتفرم هایی، حالا تو فقط اپلیکیشن های پادکستی هستش یا مثلا وبسایتی، سوشال میدیا جایی هم هست؟ بله، وبسایت سلام مسیحی وبسایتی هست که نه فقط این پادکست بلکه خیلی برنامه‌های دیگه‌ای مختص مسیحیان و به طور خاص جوانان مسیحی و نوجوانان مسیحی میتونین توش پیدا بکنین. ویدیوهایی، متنایی، حتی مجله، حتی مقالات و مسائل مختلف، حتی سوره پرستشی که مختص کلیسای خانگیه. یعنی اینا درامز و بیسش از توش برداشته شده که شما موقعی که پخش میکنی همسایت صدای این موسیقی اذیتش نکنه و شما بتونی با این دقیقاً بتونی با اون پرستش بکنی. بس منابع مختلفی هست. اسم سلام مسیحی رو چه توی اینستاگرام، یوتیوب
فیسبوک یا وبسایت سلام مسیحی یا تلگرام، همه اینها میتونین این شناسه رو دنبال بکنین و اونجا مطالب مختلفی رو جستجو بکنین. پادکست مأموریت توی همین از طریق همین سلام مسیحی عزیزان میتونن پیدا بکنن و پیگیری بکنن که تو پلتفرم های مختلفی وجود داره. خیلی خیلی ممنون بردهوان عزیز که اومدید امروز و با ما بودید و موضوعی که من خودم فکر می‌کنم دیگه من و شما یک شناخت نسبی توی کار با جوانان با هم پیدا کردیم و برای من جوانان خیلی مهمن و همیشه همونطور که اول لایو گفتی از رنگ موها معلومه. نه فقط موها، شما این لاکای ناخن هم دقت کنید، هر کدوم تگ مهسا و تگ نمیدونم چی. آره من رو ناخونم زن زندگی آزادی هستش و حالا و واقعا برای رابطه با این جوانان، حالا مبحث جوانان، برای رابطه با این جوانان واقعا خیلی چیزها رو بخوام صادقانه بگم صادقانه بخوام بگم، شاید کلمه بهترش همین باشه، خیلی چیزها رو ما فراموش کردیم که مد نظر داشته باشیم که بتونیم در کنار این جوانان باشیم و صحبتایی که شما امروز داشتید راجع به هر موضوعی دههای مختلف نسل‌ها رو بشناسیم، باهاشون بتونیم براشون جوابهایی رو که دنبالش میگردن، چرا هستش، چطور هستش، اینها رو براشون بگردیم پیدا کنیم بر اساس شناخت‌ها، بر اساس اون چیزی که حقیقت هستش که اصول حقیقت رو شاید میدونیم اما خود حقیقت رو شاید نتونستیم منتقل بکنیم و موضوع مهمیه. امیدوارم من دوباره یه برنامه دیگه داشته باشیم بیایم حالا نه در 1 ساعت، بیشتر از اون، در برنامه‌های مختلف در یه فصل بتونیم راجع به این مبحث صحبت کنیم چون به نظر من خیلی مهمه و ما زودتر از اونا میریم و باید منتقل کنیم. 100%. به امید خدا لایو بعدیمون از خود ایران میریم. آمین واقعا آمین، منتظر اون روز هستیم و میخوام با این موضوع جلسه رو تموم کنیم که واقعا هم دعا کنیم، همین که خدا به کلیسا یا به بزرگان، من و شما حتی اگر همچین جایگاهی داریم، حکمت بده که واقعا باید چه قدم هایی برداریم، چه جور رفتار بکنیم، چه جوابی بدیم، چی بریم یاد بگیریم، حتی خودمون رو چطوری تجهیز بکنیم. همینطور به جوانان اون چیزی که اشاره کردین شما، پری روح و از روح القدس پر بشن، برن با خدا، با روح القدس تجربه داشته باشن که بتونن در این مسیر اون حقیقت رو بشناسن. اگر راجع به این 2 تا موضوع دعا بکنیم و بعد بتونیم جلسه رو با دعا تموم بکنیم. حتما. خداوند قدوس، ممنون و متشکرم برای این فرصت و اینکه به ما اجازه دادی که امروز در رابطه با یک مبحث مهم، چیزی که کلام تو هم بارها و بارها در رابطه با خادمین جوان، در رابطه با اهمیت شخص جوان، در رابطه با خطراتی که برای نسل جوان وجود داره خداوند صحبت کرده. آگاه بشیم، صحبت بکنیم، این مصاحبات، این مبادلات فکری خداوند بتونه بیشتر و بیشتر صورت بگیره، این نسل‌ها خداوند در گفتگو با هم بتونن نزدیکتر بشن و خادمین با تجربه تر این نگرش و این حکمت رو ببخش که بتونن بهتر این نسل جوانتر رو خدمت بکنن و به این نسل جوانتر هم خداوند این حکمت رو ببخش که بتونن خداوند با وصل شدن و اولویت قرار دادن این حقیقت کلام تو و زندگی مسیحی و پوری روح القدس بتونن در این مسیر بیشتر و بیشتر رشد بکنن. ای خداوندا، خواست تو اینه که خداوندا هیچ شخصی، هیچ خداوندا عضوی از این خانواده الهی و از این خداوندا کلیسای تو تلف نشه. هیچ سوالی خداوندا اونقدر اون رو از اون ایمان خداوندا دور نکنه که بتونه خداوندا به دنیا بپیونده. هر گونه حیله شریر رو، افکار و خداوندا وسوسه های شریر رو که میخواد جوانان ما رو از کلیساها خداوندا دور بکنه رو در نام عیسی مسیح باطل اعلام میکنیم و دعا میکنیم که جوان ما، همونطور که در فیلیپیان باب 4 میگه به هر آنچه که والاست، به هر آنچه که ستودنی است، به هر آنچه که لایق و شایان ستایش است بیاندیشید.
اندیشه جوان ما خداوندا فرق بکنه و خداوندا بتونه تو رو جلال بده. به ما هم کمک کن که بتونیم این نسل رو بهتر و بهتر خدمت بکنیم ای خداوندا و بتونیم با هم در آزادی کشور عزیزمون ایران شریک باشیم. در نام عیسی مسیح آمین. آمین آمین. مرسی، خیلی خیلی ممنون برادر هومن عزیز، مرسی که اومدید. میدونم که اگر اشتباه نکنم در سفر هستید، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، ولی مرسی که پذیرفتید با ما باشید و مطمئنم از آن برکت گرفتن و امیدوارم افراد بیشتری توی اون پروژه‌ای که گفتید، برنامه‌ای که گفتید بتونید داشته باشید تا بتونید نسلی که داره پیش میره، نسل آینده، نسلی که نه آینده کلیسا، نسلی که الان داره پیش میره بتونه اون چیزی که نیاز داره یاد بگیره. بازم سپاسگزارم، ممنون که با ما بودی، خدا برکتتون بده، شب خوبی دار. مرسی خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی از خدا نگهدار میگم و شبتون خوش. شما خوش. مرسی از همگی شما عزیزان که با ما بودید، همینطور برادر هومن عزیز و دیگر عزیزان. شب و روز خوبی داشته باشید. امید خدا تا هفته آینده. خدا نگهدار.